اولین ایدئولیست افغانستان هستم. آثاری که من از خود به جا ماندم کتاب شنوایی سنجی کلینیکالی. من همیشه خواستم بودم سر پای خود استاد باشم. دیگه این مسائل کلش باعث میشه که روز به روز انسان پخته شود. ان شاء الله که به هدف رسیدیم. اسم دکتر محمود سایل است، مدیر مسئول کلینیک شنوایی و رئیس کلینیک شنوایی محسن و در پالیز بنیانگذارشان بودیم. دیگه حدودا تحصیلات ابتدایی خود افغانستان کردیم، بعدا به کشورهای همجوار سفر کردم، دوجا تحصیلات کردم، مثلا پاکستان، هندوستان، تاجیکستان، هند، سنگاپور و آخرین فالوآپ ما به چین بود، یک سال پیش تقریبا. دیگه الحمدلله شکر فی الحال حاضر خدمت به مردم افغانستان هستیم. اولین ایدئولیست افغانستان هستم. سطح متخصص گوش گلوله دارم و در پالیز یک بخش سرتیفیکیت از کامپیوتر ساینس دارم، یک بخش از دیپلم در بخش اداره و منیجمنت طبی دارم و آخرین اسناد که سطح علمیت که به شما برشته افغانستان رواج است، امدی میگن یا متخصص که ایدئولوژیست میشه، ایدئولیست هستم. 20 سال پیش داخل افغانستان گراف گوش وجود نداشت و قطعا نبود. فی الحال ما گراف گوش بزرگسالان داریم که به نام پیور تونایدومتری است. اتاق ساندپروف داریم، ماشین اویی داریم که بدون بیهوشی مریض هم سطح شنواییش تثبیت میکنه و هم سطح نرمال بودنش یا غیر نرمال بودنش. دیگه ماشین تمپونومتری میگیم که هم فشار گوش، هم حرکت پرده گوش و هم که خود قسمت موضوع تمپونیک ممبرین یا می پرده گوش نرمال حرکت داره یا نداره. در قسمت موضوعات آله شنوایی دستاورد کلان نمایی بوده که ما سابق آله شنوایی ما مکمل بچی میگیره، فی الحال بچی دیگر نیست ضرورت برای مریضای ما و یک پورتفولیوی دیگه که جدیداً ما ایجاد کردیم این است که مریضا ضرورت نیست که پیش ما بیان داخل خانه شیشته مازی داخل دفتر خود برشان من حیث تلیمدیسن تنظیم میکنیم، کار میکنیم. و بزرگترین دستاورد ما بعد از 20 سال ای بود که ما اولین روز داخل افغانستان، اولین روز ناشنوایان و مریضای که ما مشکلات شنوایی داشتن را ما برگزار کردیم. دستاورد دیگه ما در قسمت سیستم باها است که ما باها سیستم میگیم یا انکور میگیم یا که بون کندکشن هیرینگ ایدز میگیم که مریضایی که سوی شکل خود گوش دارن که نمیتونن ناله شنوایی رو برن یا سوراخ گوششون مطلق بند است. برای اینا یک سیستم را ما میسازیم که از طریق خود سیستم عصب بشنون. قدمی بعدی ما بخیر ان شاء الله الرحمن در جریان یک هفته دیگه اون هم تکمیل میشه که کوکلر امپلانت است یا کشت هلزون که دستاورد کلانترین دستاورد به مردم ما و به کلینیک ما هست. 14 ساعت بود که تک گوش ما تکلیف پیدا کرد، کم چیز میکرد، کم شنواییش کم شده بود. باز پیش چند دکتر صاحب مراجعه کردیم در خیرخانه و دکتر صاحب نتیجه نداد. باز دکتر صاحب محمود ما دادن. باز خدمت از جامعه راستی واقعا تداوی کردن، تداویشون موثر بود. معمولا در افغانستان قضای جالب زیاد داریم از لحاظ پرنسپ طبی. یک مریض جالب مایی بود که ما مریض کاندید کرده بودیم به خاطر عملیات یک فارنبادی در قسمت خود شقیقه و عصب ناحیه گوش بند مونده بود. وقتی ما کار کردیم گفتیم شاید دوزن یک 2 ساعت طول بکشه مریض ما عملیات بکنیم و خلاص شد بخیر و خوبی. وقتی که ما سوار باز کردیم جسم اجنبی به این شکل است، یعنی برعکس چیز داشته که به ما هم یک قضیه بسیار جالب بود. حدودا از 2 ساعت ما تنظیم کرده بودیم، بالاخره در جریان 9 ساعت ما تانستیم که فارنبادی را از خود قسمت ناحیه چیز جایی که مانده بود به بیرون بکشیم.
تحصیل نامه از وزارت داخله داشتیم. حدوداً چند روز پیش از حکومت فعلی افغانستان، امارات اسلامی، وزارت داخله، تامینات یک تحصیل نامه دریافت کردیم که مورد بسیار تقدیر ما را گرفتن. در پالیزی قبل از یک مدال دیگه هم که محرم است از اونا داشتیم. 3 مدال دیگه که هم محرم است از اونا گرفته بودیم. در پالیزی در خود شفاخانه سر پلیس وارد ایدئولوژی شد در قسمت دپارتمنت گوشگلان می آمد. ما بخش شنوایی را فعال ساخته بودیم که از اونجا تحصیل نامه گرفته بودیم. حدوداً 2 سال پیش ما بخش شنوایی را که اپدیت ترین وسایلش، اتاقش و خود سیستم ترینینگ دکترای ما را به داخل شفاخانه ابن سینا او را هم ساختیم که از هم یک تحصیل نامه سپاسنامه داریم که از پیش ما تقدیر رو تمجید کردن. مکملا بخش فعال کردیم. دیگه غیر از این مسائل از کمپانی زمنس یک اسناد دارم، یکی از کمپانی بیبراون جرمنی اسناد دارم و در پلیس دیگه کمپانیایی که همراه ما مشترکاً به کار میکردن از اونها هم تقدیرنامه و اینا داریم. دستاوردهای ما بوده. آثاری که ما از خود به جا ماندیم، یک کتاب به نام سرگذشت جوان است، یک کتاب به نام پیش دانشگاهی است، یک کتاب دیگر در بخش خود مسلکی اکادمیک است که به نام کلینیکال ایدئولوژی یاد میشه، یا کتاب شنوایی سنجی کلینیکالی که در پانتون کابل در آرشیوش است. ما بالایش پول نماندیم. کتاب شما میتونید که آنلاین فری به شکل مجانی مطالعه کنین، از پی دی افش استفاده بکنین که تمام امراض گوش درش نوشته است. دوره تحصیلی خواه به من بسیار هم خوب بود، هم سخت بود. درست بود که مثلا پدرم یک آدم پولدار بود و ما ایشان نداشتیم، ولی من همیشه خواستم سر پای خود استاد باشم. روزای خوب را ما داشتیم، روزای بد هم داشتیم در داخل دانشگاه و باز من چون رئیس مسئولین در دور خود بودم که حدوداً 5000 دانه مسئول همراه ما در ارتباط بود، تمام سلام علیک داشتن. از لحاظ اقتصادی ما همیشه یاد کردیم که من هیچ وقت جانا را میگم که من اکتفا به این نکردم که فامیلم به من پول بده و من از پیش فامیلم پول بگیرم یا از پیش کسی دیگه ما پول بگیرم و او را خرج و خراج بکنم. اگر از پیش کسی پول ما گرفتیم به حسنه گرفتیم، پس برابرشان دادیم و تا روز الحمدلله 1000 بار شکر به پای خود استاد شدیم. ولی برای بسیار مشکلات یک موضوع شب بازم یادآوری میکنم. کالای لیلامی پوشیدیم، بوت لیلامی گرفتیم، جنس دوم خریدیم، موتر ما هیچ وقت ما 0 کیلومتر نخریدیم، هیچ وقت موتر نو ما نخریدیم، مثلا هیچ وقت یک چیز که برند نیو بوده دوران مسئولیم نخریدیم. ما خودم زحمت زیاد کشیدیم. مثلا اگر مسلک فلسکاری است، مسلک نجاری است، مسلک بخش دیگه کارهای شاقه و خوب پذیر بوده، کلش همیشه انجام دادیم، هیچ وقت برش نگفتیم. دیگه این مسائل کلش باعث میشه که روز به روز انسان پخته شود و این خواست خداوند است که شما را به مرحله پختگیتان برساند. 3 سال از در کلینیک شنوایی محسن من حیث کارآموز و ریسپشن راجستریشن کار میکنیم با دکتر صاحب محمود ساحل که ما از دکتر صاحب محمود ساحل بسیار راضی هستیم و از اخلاقش، از رفتاری که با ما داره، از اینکه ما را در این راه راهنمایی تشویق میکنه. و خودم منتظر امتحان کنکور هستم که شروع شود. بسیار علاقه من در این رشته است که ما این رشته را انتخاب کردیم و زیادترش تشویقای دکتر صاحب بوده که ما را در این راه راهنمایی کرده. جوانا به خود باید هدف تعیین کنند، مطابق هدف خود به حرکت بیاین. از مسائل سوشال میدیا استفاده مثبت داشته باشند، نه استفاده منفی. و دیگه ای که چیزی را که شما در کتاب‌های علمی پیدا میکنید، هیچ وقت شما او را در گوگل در دیگه موضوعات سوشال میدیا که هست شما او را پیدا نمیکنید.
پلان را که در زندگیم طرح کرده بودم می بود که هدف مانده بودم که باید من یک دکتر خوب، یک دکتر دلسوز، یک دکتر با حوصله برای تمام قشر جامعه ما باشم و دیگه ضرورت نشه که مریضای ما خصوصا در قبال موضوع شنوایی به خارج برن. انشالله که به هدف رسیدیم و خیلی خرسند هستم.